میکنن. باری که فقط مونده اینجا نیم متر بیشتر هم نداره، همه جا اینطوری خوش شده. کلا دیگه همه خوش شده داره. چون لایروبی نمی‌کنه، از گلای باید لایروبی بشه از اینجا. خیلی فرقشه 11 متر. خیلی با اون پای اون درخت همه آب از این پاییزه مثل بارون میاد، ولی بعد دوباره تابستون میشه دوباره کم. وای موجو ببین. الان لایه اینا هم همینجوری آبه دیگه، درسته؟ لابلاشون گل آبی تا یه حدی 4-5 متر آبه، بقیه همه خشکه. آها. این بیابیه باعث شده که اون اوایل دیگه گل نداره، باید تا این ته بیاد. بعد قایق قبلا توش میرفته؟ ما نمیرفتیم، الان هم با همین نوکش میریم، چون بریم بعد گیر میکنیم.